هنوز یارتو پیدا نکردی و تنهایی؟ دلت لک زده یکی باشه که تو روزای پاییزی زیر بارون باهاش قدم بزنی، یا تو روزای سرد زمستون از پشت شیشه بخار گرفته دزدکی نگاهش کنی. بهارا شکوفه به موهاش بزنی یا عکس یادگاری بگیرین. همون آدم حسابی که حرف زدن باهاش کلی بهت انگیزه میده، همونی که قلق آروم کردن تو بلده. میدونم حسابی دلتنگ بودنشی و کلافه شده از روزا و شبای تنهایی. چی کار میشه کرد با این همه جای خالیش و حسرت روزگاری که میگذره؟ امروز میخوام در مورد اهمیت انتخاب برای داشتن یک رابطه پایدار باهاتون صحبت کنم. تصور کن با فرد جذابی وارد رابطه شدی و بعد از مدتی هم باهاش ازدواج کردی، ولی چیزی نمیگذره که میفهمی انتخاب درستی نداشتی. کسی رو انتخاب کردی که زوج آتشین بوده برای تو و شاید بدترین گزینه ممکن. انتخابی از سر ترس‌های ناهوشیار بوده یا ترحم بیجا یا کمبودهای شخصیتی. معمولا دختر و پسرها بعد از ازدواج و زمانی که مشکلاتشون خیلی حاد میشه به مشاور و روانشناس مراجعه میکنن و اون وقتی که پیدا کردن راه حل خیلی سخت‌تره، چون از شروع رابطه شناخت درست از زندگی، آینده و شخصیت طرف مقابلشون نداشتن و بهای این انتخاب اشتباه جوانی شماست که به باد میره و هزینه‌های مالی و روانی هم که جای خود. ولی راهکار چیه؟ از ترس شکست هرگز ازدواج نکنیم؟ خب اینجور که صورت مسئله رو پاک کردیم. با این وجود احساس رضایت از رابطه غیر ممکن نیست اگر راه درست رو رفته باشیم. شروع این مسیر اینه که بدونی انتخاب مناسب همراه آیندت اول از همه نیازمند شناخت درست از خودت و طرف مقابله. خبر خوب اینه که ما اینجاییم که تو سمت انتخاب اشتباه نریم. راهکارمون ارزیابی و آموزش انتخاب درست و آگاهانه است. راستی هزینه این بخش از خدماتمون فعلا رایگانه. در مرحله بعد در صورت تایید صلاحیت و آمادگی برای رابطه شما در لیست افراد متقاضی مچینگ قرار میگیریم و امکان ملاقات با فرد انتخاب شده توسط سیستم ما در حضور متخصص روانشناس براتون فراهم میشه. ما کمکتون میکنیم تا بعد از شناخت درست از خودتون و معیارهایی که برای یک رابطه ایدئال دارید نیمه گم شده خودتون رو با کمک سرویس مچینگ ما پیدا کنید و بهترین انتخاب ممکن رو داشته باشید. برای ثبت نام فقط کافی از طریق لینک زیر شمارتون ثبت کنید و بقیه کارا رو به ما بسپارید. سوالی هم اگه دارید برامون کامنت بذارین.